أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و طلبگاران و شوق و محبت کنان، کسانی که برای آموزش زبان عربی شوق و محبتی خاص دارید، سلامی خاص و سلامی گرم و جوشان را مخصوصا برای شما میرسانم. پس ما و شما با یاردم الله تبارک و تعالی الحمدلله 15 درس از سلسله آموزش زبان عربی گرفتیم و امروز درس 16 را با یاردم الله تبارک و تعالی به سمع شما خواهیم رسانید. پس درس 16 ما و شما از اینجا شروع می شود. کسی که کتاب دارد صفحه 62 را بکشاید، کسی که کتاب ندارد پس درس ما و شما از اینجا شروع می شود. الوحدة الثالثة، یعنی که بخش سیوم. حالا ما و شما در بخش سیوم از کتاب العربیة بین یدیک قرار داریم. السکن، زندگی کردن. الدرس 22، درس 22 یا الدرس 22، درس 22. التدریب، تدریب یعنی که مشق و تمرین. میگوید که صل بین قطعة الاثاث والمكان الذي توجد فيه، میگوید بچسبان بین قطعه اساس، یعنی که بین آن قطعه اساسی که در اینجا هست، اساس یعنی که میبل، بین میبل و مکان الذی و جایی که توجد فیه یافته می شود یا پیدا می شود در همان مکان. یعنی در اینجا برای ما و شما چند صورت ها را میارد و نام ها را میارد. مثلا غرفت جلوس، یعنی که اتاق پذیرایی، مهمانخانه. پس در این صورت ها ببینید کدام اینها برای مهمانخانه هست و از این قطعه، از همین گردک، از همین جایی که هست، از اینجا به همون صورت ها را که دیده در پیش نکته همتری هست، به اینجا چیکار کنید؟ سیل بکنید، یعنی بچسبانید. مثلا یکم غرفت جلوس، غرفت جلوس مهمانخانه یا اتاق پذیرایی، کدام اینها برای اتاق پذیرایی هست. دوم حمام، حمام طهارتخانه. پس اینجا کدام اینها برای طهارتخانه هست. غرفت نوم، یعنی که اتاق خواب، برای خانه خواب، و کدام اینها برای اتاق خواب می باشد. مطبخ یعنی که آشخانه، آشپزخانه، کدام اینها برای آشخانه می باشد. شما خودتان بکشید و بچسبانید بین این نام و این صورتهایی که در اینجا می بینید. و میگذاریم بعد تدریبی بعدیش. در تدریبی بعدی میگوید که التدریب الثانی، یعنی که تدریب دوم قسم یکمش، میگوید اشر الى الصورة التي تسمع اسمها، اشاره بکن به صورتی که میشنوی تو نام همان صورت را. تسمع میشنوی تو، یسمع میشنود وی، اسمع بشنو تو. پس میگوید که اشر، اشاره بکن، اشاره بکن تو فعل امر هست، اشاره بکن تو. اگر زن باشد میگوی اشری، در آخرش یا میمونی. اشاره بکن تو الى صورت التي، به صورتی که تسمع اسمها، نامش را میشنوی. پس در این صورت مثلا در اینجا صورت ها هست. مثلا من برای شما میگم مرآت کدامش است، مرآت در اینجا کدامش می باشد. پس شما بگویید مرآت کدام اینها می باشد. و مثل همین دیگر صورت ها را شما خودتون میتونید که در زیر اینها بنویسید هر یک صورت چی معنا دارد. بهتر و خوبترش این هست. و کسی که این کتاب را آوازیش را دارد میتواند گوش کند و اشاره بکند به اینها. و کسانی که آوازی این کتاب را به زبان عربی ندارند، اونها در زیرشون بنویسد، بهتر و خوبتر هست. پس تدریب دوم، قسم دومش میگوید قل اسم سورة التي يشير الیها المدرس، میگوید بگو نام صورت را که یوشیرو اشاره میکند، اوشیرو اشاره میکنم من، یوشیرو اشاره میکند وی، یعنی که مدرس، الیها به سوی همان صورت، المدرس و مدرس، یعنی کی اشاره میکند؟ مدرس، درس گوینده. مثلا من برای شما میگم این چی هست، شما باید بگویید این چی هست. مثلا این چی هست، شما باید بگویید، و این چی هست، شما باید بگویید، زیرا که در درس‌های گذشته اینها را ما و شما خوانده بودیم. و با این خلاص صفحه 62 میگذاریم به صفحه 63. در صفحه 63 میگوید که الوحدة الثالثه، یعنی که بخش سیوم،
السکنو یعنی زندگی کردن. الدرس 22 درس 22. الدرس 22 درس 22. مفردات اضافیه یعنی که کلمه ها یا واژه های زیاتی اضافی. العرض پیشنهاد کردن، تقدیم کردن. انظر واستمع و اعد نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس در اینجا این کلمه را میارد تا اینکه ما گوش نگاه بکنیم و بشنویم و تکرار کنیم. مثلا محرم. محرم یعنی که ماه محرم، ماهای هجری، ماه محرم. پس در اینجا روزها را میارد. کلمه های اضافی در اینجا چی هست؟ روزها است. ببینید مثلا در این درس ما شما با روزها با زبان عربی آشنا میشویم که یک هفته را روزها را نامهایش چی میباشد. مثلا از سبت یعنی که روز شنبه. الاحد روز یک شنبه. الاثنین روز دوشنبه. الثلاثاء روز سه شنبه. الاربعاء چهارشنبه. الخمیس پنجشنبه. الجمعه روز جمعه به زبان تاجیکی هم جمعه گفته می شود. پس این بود نام های هفته. 7 روز در اینجا چی شد؟ به ترتیب گفته شد. پس در زیر این هر ماه که 29 30 روز دارد، این ماه محرم میگه 30 روز شه در اینجا آوردگی است، یعنی تقویم هست. این تقویم می باشد. پس همچون برای تعلیم در اینجا این حسابا رو یک بار زود گفتم میگذاریم تا اینکه ما و شما تا 10 را حساب میدونیم، اما باقی موندهش همچنین از خود بکنیم و باقی موندهش هم حفظ بکنیم. مثلا که واحد یک، اثنان دو، ثلاثه سه، اربعه چهار، خمسه پنج، سته شش، سبعه هفت، ثمانیه هشت، تسعه نه، عشره ده، 11 11، 12 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19، 20 یعنی که 20. 21 یعنی که 21 یعنی که 21. 22 22، 23 23، 24 24، 25 25، 26 26، 27 27، 28 28، 29 29، 30 30. پس ببینید امروز همچنین ما و شما 7 روز هفته را یاد گرفتیم در این درس، همچنین تا رقم 30 حساب کردن را. پس ببینید 20 20 می شود و 30 30 می شود، 40 40 می شود، 50 50 می شود. همچنین این را هم از خود بکنید و کلمه های زیاده و از در ذهنهایتان جایگیر بگردانید. و میگذاریم به تدریب بعدیش. در تدریب بعدی میگوید که التدریب اول یعنی که مشق یکم، اکمل ایام الاسبوعی یعنی کامل و پره بکن روزهای هفته را. پس در اینجا روزهای هفته هست، مثلا که از سبت روز شنبه، بعد روز شنبه چند شنبه می شود؟ روز یک شنبه. روز یک شنبه به عربی چطور گفته می شود؟ الاحد یعنی که یک شنبه. بعد یک شنبه چند است؟ دوشنبه. به عربی می شود الاثنین یعنی که دوشنبه. و بعد دوشنبه می شود سه شنبه. به عربی می شود که الثلاثاء یعنی سه شنبه. بعد سه شنبه چهارشنبه است. به عربی می شود که الاربعاء یعنی که چهارشنبه. بعد چهارشنبه پنجشنبه است. به عربی می شود که الخمیس یعنی که پنجشنبه. و بعد پنجشنبه جمعه هست که با زبان تاجیکی هم ما و شما کلمه جمعه را استفاده میبریم. پس این ترتیب رو شما خودتون پر بکنید، در دفتراتون نوشته بکنید یا در کتاب نوشته بکنید. التدریب الثانی یعنی که مشق دوم میگوید رتب ایام الاسبوعی یعنی جابجا کن، با ترتیب جاگذاری کن ایام الاسبوعی روزهای هفته را. پس در اینجا ببینید که مثلا الخمیس، السبت، الاثنین، الاربعاء، الاحد، الجمعه، الثلاثاء آوردگی است بدون ترتیب است اینها. پس میگوید السبت روز شنبه
یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه خودتون به عربی امیرا میگه جابجا کنید، با ترتیب بنویسید. در این بالا نویسید لیکن بدون ترتیب، در این پایین میگه خودتون با ترتیب نوشتهش بکنید. و میگذاریم به تدریب بعدیش. میگه که التدریب الثالث یعنی که مشق سیوم. میگه اشر الی یوم الذی تسمعه، یعنی اشاره بکن بر روزی که میشنوی نامش را. تسمعه میشنوی همان روز را، یعنی نام روز را. مثلا من میگم که الثلاثاء، در اینجا ثلاثاء کدامش است شما اشاره بکنید. مثلا الاثنین، در اینجا اثنین کدامش است اشاره بکنید. به مثل همین بهتر و خوبتر شما روزهای هفته را در ذهنتون با مثل نامویتون جایگیر بکنید، دیگر میفهمید. مثلا الاربعاء چهارشنبه، الاحد یکشنبه، الاثنین دوشنبه، السبت روز شنبه، الثلاثاء روز سه شنبه، الجمعه روز جمعه، الخمیس روز پنجشنبه. با مثل نامویتون جایگیر بکنید. التدریب الرابع مشق پنجم میگوید که قل اليوم الذي يشير الیه المدرس، بگو نام را کی یشیر اشاره میکند الیه المدرس، یعنی بسوی همان نام مدرس، بسوی همان روز مدرس. مثلا در اینجا این چی هست شما باید خودتون بگویید. مثلا الخمیس، مثلا این چی هست الاحد. و مثل همین دیگرهاش شما خودتون در بالا هر کدامش بدون ترتیب انگشتاتون بمونید بگویید که چی هست. مثلا الخمیس، السبت، الاثنین، الاربعاء، الاحد، الجمعه، الثلاثاء. این را به مثل نامتون در ذهنتون جایگیر بکنید. و میگذاریم به صفحه 64. با این صفحه 63 خلاص شد و میگذاریم به صفحه 64. در صفحه 64 میگوید که الوحدة الثالثة یعنی که بخش سیوم، السکن، سکن یعنی که زندگی کردن، الدرس 22 درس 22 یا که الدرس 22 درس 22. میگوید که التراکب النحویه یعنی که ترکیب های نحوی. التدریب تدریب مشق، میگوید تبادل السؤال والجواب مع زمیلک، یعنی که رد و بدل کن یا علیش بکن سوال و جواب رو همراهی همدرست، کما فی المثال چطوری که در مثال آوردگی است. پس در اینجا برای ما و شما یک مثال میارد. مثلا اینجا آورد که بیت، پس در این مثال همین بیت کار کرد خودش که هل تسکنو فی بیتین، پس میگوید که نعم اسکنو فی بیتین. یعنی طلبه یکی میگوید که هل تسکنو فی بیتین، آیا زندگی میکنی تو در خانه، یعنی خانه زمینی، خانه حولیگی. طالب دیگه میگوید که در جواب میگوید نعم اسکنو فی بیتین، آره یا که بله زندگی میکنم در خانه حولیگی. پس ببینید یک کلمه بیت را با سوال جواب آورد. پس کلمه شقه را شما خودتون به سوال جواب بیارید، کلمه حی جامعه را به سوال جواب بیارید، حی المطار و همچنین بیت را شما خودتون به سوال و جواب بیارید و خودتون کار بکنید. میگذاریم بعد تدریب بعدیش. در تدریب بعدی میگوید که التدریب الثانی یعنی که مشق دوم، هات جملا کما فی المثالی، میگوید که بیار جمله را کما فی المثال چطوری که در مثال هست. مثلا در اینجا مثال آورد، مثلا در اینجا آورد که شقه، ما میگوید که اريد شقه من فضلک، اريد شقه من فضلک، اريد شقه من فضلک. میگوید که میخواهم خانه، شقه یعنی که خانه آشیانه، خانه اتاج، من فضلک از بزرگیت یا که با احترام. میگوید من از تو خانه اتاج میخواهم، خانه آشیانه دار میخواهم. پس در اینجا آوردگی ثلاجه، ثلاجه را شما خودتون بگویید. مثلا اريد ثلاجه من فضلک، سجاده، ستاره، مرآت، اریکه، اینها را همچنین خودتون میتوانید که بیارید و در مثل مثال کار کنید. مثلا ثلاجه می شود یخچال و می شود یخدان بگویید و می شود خلادلنیک، چطوری که ما و شما استفاده اش میبریم. و به مثل همین دیگرهاش شما خودتون کار بکنید و احتیاج به ترجمه اش نداریم، زیرا اینکه درس‌های گذشته اینها را بارها ترجمه کردیم و از همون درس‌های گذشته شما استفاده برید. کسی که همین درس را گوش کرده استفاده است، پس برگردد از درس یکم با ترتیب با حفظ کرده درس گوش کرده بیاید تا اینکه فایده بگیرد، در ذهنش فایده بماند. با این صفحه 64 خلاص شد. میگذاریم به صفحه 65. پس در صفحه 65 میگوید که الوحدة الثالثة یعنی که بخش سیوم، السکن یعنی که زندگی کردن، الدرس 23 یعنی که درس 23
حالا ما و شما از سلسله درس های زبان آموزش زبان عربی در درس 16 قرار داریم، لیکن در کتاب در درس 23 رسیدیم. میگوید که التدریب الثالث یعنی که تدریب سیوم، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، یعنی که رد و بدل کن سوال و جواب را همراهی همدرست چطوری که در مثال هست. پس این مثال رو میبینیم که در اینجا مثال آورد، مثلا که بیتون شقتون، این دو صورت رو آورد، در زیرش نویس بیت خانه زمینی، شقتون خانه ایتاش. پس در اینجا مثال ده میگه طلبه یکم که هل تسکنو فی بیتین، آیا زندگی میکنی در خانه زمینی؟ طلبه دی میگه لا اسکنو فی شقتین، زندگی میکنم در خانه ایتاش. پس شما خودتون شقتون بیتون این را که کار بکنید، حی الجامعتی این را شما خودتون کار بکنید، حی المطار این را هم، مکه المدینه مکه این را هم شما خودتون کار بکنید به مثل که در این مثال می باشد. و میگذاریم به تدریبی بعدیش. در تدریبی بعدی میگوید که التدریب رابع، یعنی که تدریبی چهارم، میگه تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، یعنی که رد و بدل کن سوال و جواب را همراهی همدرست چطوری که در مثال هست. مثال این می باشد و اینجا این صورت رو دیدید، در برش نوشتگی است غرفة النوم ستاره، غرفة النوم یعنی اتاق خواب، ستاره یعنی که پرده. پس در اینجا مثال میگه ماذا تريد لغرفة النوم، یعنی چی میخواهی برای خانه خواب، برای اتاق خواب؟ میگه اريد ستارتن، میخواهم پرده، یعنی که پرده میخواهم. پس در اینجا ببینید مثلا المطبخ ثلاجه، شما خودتون کار بکنید، الحمام سخانا شما خودتون کار بکنید، غرفة الجلوس اریکه این را همچنین به مثل مثال کار میکنید، غرفة النوم سریرا، غرفة الجلوس سجاده، المطبخ فرنن. پس این را شما خودتون چخیلی که در اینجا دیدید به مثل همین کار بکنید. مثلا الحمام سخانه، مثلا همین را چطور کار میکنید؟ میگو که ماذا تريد للحمامی، ماذا تريد للحمامی، یعنی چی میخواهی برای حمام؟ میگوید اريد سخانا، میخواهم سخان یعنی که آب گرم کنک و آب جوش کنک، آب جوش کنک رو میخواهم میگوید. پس به مثل همین دیگه باقی مانده‌اش شما خودتون کار بکنید و در ذهنهایتون جایگیر بکنید. و با این خلاص شد صفحه 65 و میگذاریم به صفحه 66. در صفحه 66 میگوید که الوحدة الثالثه، یعنی که بخش سیوم، السکنو یعنی که زندگی کردن، الدرس 23 درس 23. پس در درس 23 ما و شما از کتاب العربیه و بین یدیک در درس 23 رسیدیم، لیکن سلسله درس های ما و شما این درس 16 می باشد. التدریب الخامس یعنی که تمرین پنجم، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال، یعنی که رد و بدل کن سوال و جواب را همراه همدرست چطوری که در مثال هست. مثلا که 5 غرف الدور الخامس، 5 غرف یعنی که 5 خانگه، الدور الخامس یعنی که 5م اتاج. پس در اینجا در مثال میگه کم غرفتن فی شقتک، یعنی چند خانه دارد، چند اتاق دارد یا چند کامنته دارد خانه ایتاج تو. میگه فی شقتی 5 غرف، در خانه ایتاج 5 خانگه می باشد، 5 کامنته می باشد. طلبه یکم با سوال میگن فی ای دورین الشقتو یا فی ای دورین الشقتو، یعنی که در کدام ایتاج یا در کدام طبقه هست خانه ایتاجی تو، یعنی چندم ایتاج ده هستی؟ فی الدور الخامس. طلبه دیم جواب میداد که فی الدور الخامس یعنی که در طبقه 5م است، یعنی در ایتاج 5م ایتاج می باشم. پس در اینجا مثالا را آوردگی است، مثلا 4 غرف الدور الرابع و مثل همین چیزی که در این مثال هست کار بکنید. 3 غرف الدور الثالث و مثل همینش هم کار بکنید. 5 غرف الدور الثانی و مثل همین کار میکنید. 4 غرف الدور الاول و مثل همین کار میکنید. دیگر احتیاج به ترجمه کردن اینها نداریم و وقتمون زیادتر با اینها صرف نمیکنیم، بلکه درس‌های گذشته را با دقت باشید و ترجمه را خودتان بکنید.
پس در تدریب ششم میگوید التدریب السادس، یعنی که تمرین ششم، هات جملا کما فی مثالین، هات جملا کما فی المثالین، یعنی که بیار جمله را چطوری که در دو مثال است. در اینجا دو مثال است، برام خاطر گفت که مثالین یعنی دو مثال. مثال یکم مثلا در این صورت گفت شقه، میگوید که لدینا شقه جمیله، یعنی در نزد ما اتاقی، یعنی که ایتاژ خانه زیبا هست، خانه ایتاژی زیبا هست. در مثال دوم بیت میگوید لدینا بیت جمیل، نزد ما خانه زیبا هست. ببینید در اینجا شقه جمیلتون گفت، به خاطر اینکه شقه آخرش علامت تانیث دارد، علامت زنانه دارد. بیتون که علامت زنانه ندارد و مثل این برام خاطر جمیلون گفت، مردانه. جمیلون مردانه می شود، جمیلتون زنانه می شود. پس در این زیر این کلمه‌ای را که شما میبینید، مثلا اثاث با چیزی مردانه میگوید، مثلا لدینا اثاث جمیلون، یعنی در نزد ما میبلی زیبا هست. اریکه را زنانه میارید، فرنون و اینشا و سجاده و سخان و غرفه، اینا را خودتان دیگر جدا بکنید کدامش که علامت زنانه دارد و مثل این زنانه جمیلتونش میگوید، و کدامش که علامت زنانه ندارد، علامت تانیث ندارد، و مثل این مذکر و مردانه اش میگوید. و این بود صحیفه 66 و میگذاریم به صحیفه 67. در صحیفه 67 میگوید که الوحدة الثالثه، یعنی که بخش سیوم، السکن زندگی کردن، الدرس 23 درس 23 درس 23 و درس 23 درس 23. ملخص التراکب، یعنی که خلاصه ترکیب ها. پس در اینجا ببینید در رقم 1 میگوید اریدو میخواهم من. اگر تو بگویی میگوید توریدو، یعنی که توریدو میخواهی تو، یوریدو میخواهد وی، اریدو، توریدو، یوریدو. اینها را شما چقدر با دقت باشید. توریدو همچنین زنانه هست، توریدو میخواهد وی زن، توریدو یعنی که میخواهی تو، هر دوش به یک طریق نوشته و خوانده میشود. مثلا اریدو میخواهم من ستاره، اریکه، ثلاجه، مرآت، فرنن، سخانن. ببینید در همش یک چیز گفته میشود. کدام همینا را که خواستید اریدو میگوید، میخواهم همین چیز را. و در رقم 2 میگوید هل تسکنو، آیا زندگی میکنی تو، فی بیتین در خانه. تسکنو زندگی میکنی تو، خطاب کردنی که باشی، تسکنو زندگی میکنی تو، فی بیتین در خانه، فی شقتین یعنی در خانه ایتاش، فی حی المطاری در محله فرودگاه، فی حی الجامعتی در محله جامعه. در همین جایها زندگی کردن چیکار میگی؟ هل تسکنو، آیا زندگی میکنی تو، هل تسکنو آیا زندگی میکنی تو. و در رقم 3 میگوید نعم اسکنو فی بیتین، بله اسکنو زندگی میکنم من، فی بیتین در خانه، فی شقتین، فی حی المطاری، فی حی الجامعتی، یعنی اسکنو فی البیتی زندگی میکنم من در خانه حولگی. و مثل این همش یک میآید. یا اسکنو زندگی لا اسکنو، لا یعنی که نه، نعم اسکنو فی بیتین، بله آره زندگی میکنم در خانه. و مثل همین تو آخرش میگوید، باز میگوید لا یعنی که نه، لا اسکنو فی بیتین، نه زندگی نمیکنم در خانه زمینی. و مثل همین هم نعم و هم لاقتی به همین طریق میآید و این را بسیار کار بکنید و در ذهنهایتان جایگیر بگردانید. و میگذاریم بر رقم 4. در رقم 4 میگوید که فی شقتین، یعنی که فی شقتین 3 غرف، فی شقتین 3 غرف، یا فی شقتین 4 غرف، فی شقتین 5 غرف. پس اینا رو ترجمه‌اش شما خودتون میدونید. یعنی در شقه خانه ایتاژ 3 غرف 3 اتاق است، 4 غرف یعنی که 4 اتاق است، 4 کامنته است، 5 غرف یعنی 5 کامنته می باشد. و در رقم 5 میگوید اریدو میخواهم من، شقه من فضلک، اریدو میخواهم من، توریدو میخواهی تو، یوریدو میخواهد وی. پس در اینجا میگوید که اریدو میخواهم من شقه من فضلک، یعنی که خانه ایتاژ از بزرگیت، یعنی که با احترام. و اریدو ستارة من فضلك، اریدو اریکة من فضلك، اریدو ثلاجة من فضلك، اریدو سجادة من فضلك. و مثل همین اینها را شما خودتان ترجمه بکنید، احتیاج به ترجمهش نداریم. و میگذاریم بر رقم 6. در رقم 6 میگوید که الشقة
في الدور الأول، الشقة في الدور الثاني، الشقة في الدور الثالث، الشقة في الدور الرابع، الشقة في الدور الخامس. یعنی که خانه ایتاج در طبقه یکم است، دوم است، سوم است، چهارم است و پنجم هست. این را همچنین خوب از خود بکنید. و در رقم 7 میگه کم غرفتا فی شقتی، کم ستارتا فی شقتی، کم حماما فی شقتی، کم سجادتا فی شقتی، کم ثلاجتا فی شقتی. پس به مثل همین این را هم بسیار تکرار بکنید. غرفه یعنی که اتاق، ستاره یعنی که پرده، حمام یعنی که حاجتخانه و سجاده یعنی که قالین و ثلاجه یعنی که یخدان یا یخچال یا خلدلنیک. پس میگذاریم بر رقم 8. در رقم 8 میگه که لدینا، در نزد ما، بیت جمیل، خانه زیبا هست. لدینا فرن جمیل، لدینا سخان جمیل. پس این را خوب از خود بکنید. لدینا بیت جمیل. به خاطر چی جمیل اومد؟ به خاطر در آخر یگان تا این علامت زنانه تأنیث نیست، برای خاطر جمیلون گفت. میگذاریم بر رقم 9 میگه لدینا شقه جمیلتون. اینجا زنانه آورد. به خاطر چی؟ به خاطر در آخر هر سه این کلمه ها علامت تأنیث است، علامت مؤنث است، علامت زنانه هست. لدینا شقه جمیلتون، لدینا سجاده جمیلة، لدینا غرفه جمیلة. پس در رقم 10 میگه فی ای دوری الشقه، یعنی که در کدام طبقه است خانه، یا فی ای غرفه الثلاجه، در کدام اتاق است خلدلنیک یخدان، فی ای بیت الغرفه، در کدام خانه هست، خانه زمینی یعنی که اتاق، در کدام خانه حولگی هست اتاق. پس این را بارها ترجمه کرده بودیم، برای خاطر بسیارش ترجمه نکردیم و شما خودتان اینها را خوب از خود بکنید و مثل نامهایتان در ذهنهایتان جایگیر بگردانید. و این بود درس امروزه ما و شما، درس 16 از سلسله درس‌های آموزش زبان عربی. و درس امروزه را در اینجا به پایان می‌رسانیم. یکایک شما طلبگاران و خواهشمندان زبان عربی را تا درس آینده به الله تبارک و تعالی می سپاریم. از الله امیدوار هستیم که همیشه ساق و سلامت و پیروز و موفق باشید و همیشه حفظ کننده و یادگیرنده و از خود کننده درس های زبان قرآن و زبان سنت باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.